جان میلیون ها نفر در خطر است. بله، درست شنیدید. این هشداری است که یکی از خوفناکترین منطقه های جهان به دنیا می دهد. مکانی به اسم سایت هسته‌ای هنفورد. ولی این مکان چیه که اینقدر ترسناک است؟ موقعیت دقیقش کجاست و چرا خطرناک است؟ اینها سوالاتی هستند که در این ویدیو قرار پاسخ دهیم. پس در ادامه با ما همراه باشید. اگه دوست دارین از آخرین ویدیوهای کانال ما باخبر بشید، کانال ما رو سابسکرایب و علامت زنگوله رو فعال کنید. سایت هسته‌ای هنفورد آلوده ترین سایت هسته‌ای ایالات متحده و مرکز بزرگترین فعالیت‌های پاکسازی هسته‌ای در این کشور است. سایت مزبور در سال 1943 میلادی به عنوان بخشی از پروژه منهتن در نزدیکی شهر هنفورد در ایالات واشنگتن تأسیس شد. نخستین راکتور تمام عیار تولید پلوتونیوم دنیا موسوم به راکتور بی در سایت هنفورد برپا شد. نخستین بمب اتمی دنیا در آزمایشگاه هسته‌ای ترینیتی و بمب اتمی فتمن که در بمباران شهر ناگازاکی استفاده شد، هر دو در پلوتونیوم‌های تولید شده در سایت هنفورد را به کار بردند. امروز بیشتر تشکیلات سایت هنفورد از رده عملیاتی خارج شده‌اند. در دوران جنگ سرد، سایت هنفورد به 9 راکتور هسته‌ای و 5 مجموعه پردازش پلوتونیوم مجهز شده بود. پلوتونیوم مورد استفاده در تمام 60,000 جنگ افزار هسته‌ای ایالات متحده در همین مرکز تولید شده است. در آن دوران فناوری هسته‌ای پیشرفت سریعی داشت و دانشمندان سایت هنفورد پایه‌گذار بسیاری از روش‌های نخستین دفع ضایعات هسته‌ای و راهکارهای ایمنی مربوط به صنایع هسته‌ای بودند. با وجود این، بسیاری از روش‌های به کار رفته در دفع ضایعات هسته‌ای و راهکارهای ایمنی استفاده شده در این سایت ناکافی بودند. به طوری که طی دهه‌های گذشته مقادیر بسیاری آلاینده رادیواکتیو و خطرناک از سایت مزبور در هوا و اطراف رودخانه کلمبیا رها شده است. وجود چنین آلاینده‌های خطرناکی سلامت شهروندان منطقه و اکوسیستم رودخانه کلمبیا را به خطر انداخته است. با پایان جنگ سرد، تشکیلات مربوط به ساخت سلاح هسته‌ای در سایت هنفورد بسته شد. اما مقدار 204,000 متر مکعب ضایعات رادیواکتیو سطح بالا که در اثر فعالیت این تشکیلات هسته‌ای تولید شده بود، کماکان در سایت باقی مانده است که 2/3 حجم کل ضایعات هسته‌ای سطح بالا در کشور آمریکا را تشکیل می‌دهد. سایت هنفورد به عنوان آلوده ترین مرکز هسته‌ای کشور آمریکا در حال حاضر کانون فعالیت‌های پاکسازی ضایعات هسته‌ای است. اما با این حال همچنان یک نیروگاه هسته‌ای فعال، یک آزمایشگاه علمی به نام آزمایشگاه ملی شمال غربی پاسیفیک و رصدخانه‌ای به نام رصدخانه لیگوی هنفورد را در خود جای داده است. دانشمندان می‌گویند در صورتی که در این منطقه زلزله‌ای به وقوع بپیوندد، ممکن است سفره‌های آب زیرزمینی به مناطق ذخیره ضایعات هسته‌ای برسند. برخورد آب احتمالاً باعث شکست شدن این مخازن شده و نشت پلوتونیوم به آب‌های زیرزمینی و اتمسفر را به همراه خواهد داشت. کارگرانی که در این سایت به امر پاکسازی آن اشتغال داشتند، منطقه‌ای از خاک را در آن کشف کردند که میزان مواد آلاینده موجود در آن طبق اعلام وزارت انرژی آمریکا 10 برابر کشنده تر از حد مجاز بوده است. دولت آمریکا در حال حاضر دست به کار شده است تا با بکارگیری یک طرح عملیات اثریات زیانبار 56 میلیون گالن ضایعات به جا مانده از نیمکرد تولید جنگ افزارهای هسته‌ای را خنثی کند. گلولای رادیواکتیو این ضایعات چنان خطرناک هستند که نشت آن میتواند تمامی منابع آبی که میلیون‌ها نفر از آن در آمریکا استفاده می‌کنند را آلوده کند. و نکته هشدار دهنده این است که عملیات پاکسازی در این سایت، چنان که روزنامه آمریکایی USA Today در تاریخ 18 فوریه 2012 گزارش می‌دهد، تاکنون موفقیت آمیز نبوده است.
در حال حاضر دانشمندان به جای اینکه درباره زمان پاکسازی منطقه مورد نظر از آلاینده‌ها صحبت کنند، در حال بررسی این هستند که آلاینده‌ها چه زمانی به رودخانه کلمبیا نشت می‌کنند. رودخانه کلمبیا از رودهای بلند قاره آمریکای شمالی است که از دریاچه کلمبیا سرچشمه گرفته است. این رودخانه 2000 کیلومتر طول دارد. در صورت نشت مواد رادیواکتیو 20 شهر اطراف رودخانه آلوده خواهد شد و میلیون‌ها نفر در معرض تشعشعات مستقیم رادیواکتیو قرار خواهند گرفت. عده زیادی از مهندسان بلندپایه‌ای که در این سایت مشغول عملیات پاکسازی هستند، در مصاحبه با این روزنامه آمریکایی ابراز نگرانی کردند که در این سایت خطر وقوع انفجار هیدروژنی یا بروز واکنش‌های هسته‌ای ناخواسته وجود دارد. وقوع هر کدام از این دو فاجعه می‌تواند باعث پراکنش مواد رادیواکتیو به محیط اطراف بشود. مارک فرنج از جمله کارشناسان پاکسازی این سایت معتقد است بزرگترین خطری که در این سایت وجود دارد این است که اگر منابع آب‌های زیرزمینی بر اثر نشت ضایعات سایت هنفورد آلوده شوند، نشانه‌ای برای اطلاع از آلوده شدن آب‌ها در نتیجه جلوگیری از مرگ میلیون‌ها نفر وجود ندارد. وی همچنین میگوید یکی دیگر از مشکلات پاکسازی این است که این سایت هسته‌ای از لحاظ میزان مواد رادیواکتیو موجود در آن در دنیا نمونه ندارد. بنابراین هیچ اطلاعات تاریخی درباره آن در دست نیست و بنابراین هر لحظه ممکن است اتفاق غیرمنتظره خطرناکی به وقوع بپیوندد. خب، از این کتاب پایان ویدیو همراه ما بودید. سپاسگزار. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب و علامت زنگوله رو فعال کن.